لی کانگ بینگ ساکنی سئول در تهیه و نقاشی روی قهوه مهارت خاص دارد. او در قهوه خانه‌اش که در مرکز شهر جایگیر است هنگام پیشنهاد این نوشاکی به مشتریان هر دو استعدادش را خوب به کار میبرد. لی کانگ بین در بالای قهوه کاپوچینو و یا لته با استفاده از رنگ‌های آشی نسخه اثرهای معروف رسامی نظیری شب مهتابی وان گوگ و فریاد منکر را نقاشی میکند. من در مرزبانی خدمت می کردم. آن زمان خواستم که قهوه خانه خودم را در باشگاه باز کنم. فرمانده اتریت هم برای این کار اجازت داد. خیلی شوق‌آور بود. وقتی من خدمت را انجام دادم به ارتش الکی جلب عسکران را به وظیفه باریستا یا اینکه آماده کننده قهوه شروع نمودند. پس از خدمت در ارتش لی به نقاشی شوق پیدا کرد. بعد از چند سال او قهوه خانه خود را باز نمود. همزمان این جوان صفحه خود را در اینستاگرام فعال کرده در آن محصول تخیل و ایجاد یعنی قهوه نقاشی شده را به نمایش گذاشت. چون نقاشی در خف قهوه وقت زیاد را میگیرد، لی تصمیم گرفت که تنها در روی نوشاکی‌های سرد شده رسامی کند. یک فنجان قهوه با نقش و نگار 10,000 وون و یا 65 سومانی ارزش دارد.